الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران تعلیم دهد. روایت بخاری، حدیث رقم 5027. فضیلت تعلیم گرفتن قرآن و به دیگران تعلیم دادن و تلاوت کلام الله متعال در احادیث بیشمار وارد شده است، ولی صد افسوس که امروزها قرآن کریم در خانه های ما مهجور است. کسی آن را تلاوت نمی کند. در کنج خانه ها با 7 قبض متاع برای حفاظت از جن و شیاطین آویزان است. مسلمانان امروز در دست به جای قرآن کریم تلفن های موبیلی دارند و در شبکه های اجتماعی چنان مشغول هستند که گویا دنیا و آخرت آنها همین شبکه هاست. 5 دقیقه هم اگر بیکار شوند، به جای آن که قرآن را کشاده تلاوت کنند، فوراً صحیفه های اجتماعی را کشاده به آن مشغول می شوند. برادران و خواهران عزیز، قرآن را بیاموزید و وقتهای فراغت خود را به تلاوت قرآن سپری کنید، چون که چطوری که در احادیث وارد شده است، برای تلاوت هر حرف از قرآن عظیم الشأن برای انسان مسلمان از 1 تا 10 حسنات داده می شود و روز قیامت صاحبش را شفاعت می کند. نگوید که سن و سال من به جای رسیده است و من یاد نمی گیرم. انسانهایی بودند که در سن بزرگسالی کاملا قرآن را حفظ نمودند و حافظ قرآن شدند. کافی است که قصد نموده کمی کوشش نمایید. برادران و خواهران عزیز، خود را از این فضیلت بزرگ محروم نگردانید. والسلام علی من اتبع الهدى. ره رو به راه محمد باش و اصحاب کرام، باد بر آنها دروده بی عدد هر صبح و شام. پاک کن گرد و غبار از روی قرآن مجید، تا پس از شام جهالت روشنی گردد پدید. تا شود فصل خزانه مسلمی فصل بهار، گفت گردد سرنگون و دین عمل آشکار. ره رو به راه هدایت، راه بوبکر و عمر، راه عثمان و علی و راه نجات صغر. ره رو به راه زیایی، شیر مرد راه دین، اسوه اخلاص و همت، اسوه علم و یقین.